اگه میخواید بدونی چرا باید اردکان بگردی تا آخر کلیپ با من همراه باش. اردکان رو به خاطر خیلی از جاذبه‌های گردشگریش دوست دارن. حالا اگه میخوای گوشه‌ای از این جاذبه‌های گردشگری رو ببینی با من همراه باشید. اجازه؟ موزه فرشخانه خاتمی و بافت منسجم تاریخی گوشه‌ای از این جاذبه‌های گردشگریه. میخوای زیبایی و قدمت رو ببینی؟ بیا خرانق اردکان. اینجا بیش از 4500 سال قدمت داره. اردکان انتخاب میکنن به خاطر فرهنگ و تمدن و تاریخش که همونجوری که میدونی یکی از عبادتگاه‌های مهم زرتشتیان دنیا اینجا واقع شده و خیلی میان برای بازی در اردکان. اگه دنبال شکوه و فرهنگ و تمدن ایرانی هستی به عقدای اردکان سر بزن. اینجا هم بیش از 5000 سال قدمت داره.